به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع میکنیم. گفتگو با خدا. نویسنده نیل دونالد والش، مترجم خانم توراندخت تمدن یا مالکی. این کتاب به چاپ 26مش رسیده و شامل 3 جلد هستش. میدانم که باید با تو بگویم و همه چیز را از تو بخواهم. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا را با معرفی نویسنده شروع کنیم. نیل دونالد والش یک پیام رسان معنوی امروزی است که سخنانش به طور عمیقی بر جهان اثر می‌گذارد. نیل با اینکه علاقه اولیه‌ای به دین داشت، ولی ارتباط عمیقی با معنویت نداشت. او در زندگی حرفه‌ای خود بسیار موفق بود، ولی قبل از مکالمه مشهور خود با خدا در جستجوی معنای معنوی در زندگی بود. مجموعه کتاب‌های گفتگو با خدا که از تجربه زندگی او پدید آمده است، به 37 زبان ترجمه شده و به میلیون‌ها نفر کمک کرده و الهام بخش تغییرات مهمی در زندگی روزمره آنها بوده است. جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز هستش این کتاب. ابتدا جملات منتخبی رو از این کتاب برای شما میخونم و سپس فصل اول رو با همدیگه ورق میزنیم. پروردگارا، یاریم کن تا چیزهایی را که دانسته یا ندانسته میشکنم دل نباشد. لطفاً با من همراه باشید. هیچ چیز فی نفسه و به خودی خود رنجاور نیست. رنج ناشی از فکر نادرست است. رنج ناشی از خطای فکر است. تو می توانی آنچه را به تصورت می گنجد باشی، انجام دهی یا داشته باشی. تو از هرچه هراس داشته باشی، همان را به طرف خود جلب می کنی. آنچه بیش از همه در زندگی از آن وحشت داری، همان چیزی است که بیش از همه تو را تعقیب می کند. ترس به مانند یک مغناطیس آن را به طرف تو جلب می کند. در عالم هستی هیچ چیز به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. به هر طرف رو کنید روی به خدا دارید. هر چیزی که در دنیا وجود دارد ابتدا به صورت فکر پاک و خالصی بوده است. آنچه تو در این دنیا تجربه می کنی نتیجه فکری است که در مورد آن چیز داری. اگر می خواهی زندگیت خیز و اوجی داشته باشد، شروع به تجسم بالاترین ایده‌ای بکن که از خودت داری و آرزو داری به آن برسی. همه حمله ها در واقع فریادی است برای کسب یاری. در مقابل هر چه مقاومت کنی اصرار می‌ورزد، ولی به آنچه نگاه می‌کنی ناپدید می‌شود. در قالب وسوسه مقاومت کن. فقط از آن رو بگردان. جهان هستی تجلی مستقیم افکاری است که در ذهن تو می‌گذرد. کلماتی که از دهان تو خارج می‌شود حکم جادو را دارد. هر چه بگویی همان خلق می‌شود. اگر در حال حاضر چیزی در زندگیت وجود دارد که تصمیم داری آن را تجربه کنی، آن را آرزو نکن، انتخاب کن. تا زمانی که حاضر نیستی جز حقیقت خودت چیزی را بپذیری، هرگز چیزی نمی‌آموزی. روح درک می‌کند، ذهن ایجاد می‌کند، جسم تجربه می‌کند. هرگاه از آرامش و سکوت که پروردگار تجلی آن است دور شدی، خدا را صدا بزن و خداوند آنجا خواهد بود، با حقیقت، با نور، با عشق. در دنیایی که خداوند خالق آن است، باید و نبایدی وجود ندارد. هر کاری را که دوست داری انجام بده، ولی کاری را انجام بده که منعکس کننده شخصیت توست و تو را در قطع بزرگتری از خود فعلیت نمایش بدهد. اگر در زندگی به آنچه آرزو داری نمیرسی، به این دلیل نیست که خداوند نخواسته به دعاهای تو پاسخ دهد،
بلکه به علت این است که آنچه تو فکر می‌کنی، می‌گویی و عمل می‌کنی برخلاف آن چیزی است که آرزو داری به آن برسی. خداوند هستی و حیات است و آنچه حیات است خداوند است. جهان تو را دوباره به زندگی دعوت می‌کند. گوش بسپار. گوش بسپار به آواز زنگدار پرندگان، به رودی که آرام روان است، به باران پس از خشکسالی، به خورشید پس از ابر. خب با من همراه باشید که بریم فصل اول رو با هم دیگه شروع کنیم. فصل اول عنوانش هستش گفتگو با خدا، پرسش و پاسخی نامعمول. در بهار 1992 حدود نزدیکی‌های عید پاک پدیده خارق‌العاده‌ای در زندگیم اتفاق افتاد. خداوند شروع به صحبت با شما از طریق من کرد. اجازه دهید توضیح دهم. در آن روزها چه از نظر شخصی، چه از نظر شغلی، چه از نظر هیجانی بسیار ناشاد بودم و احساس می‌کردم در همه جنبه‌ها شکست خورده هستم. همانطور که سال‌هاست عادت دارم احساسات درونیم را بر روی کاغذ بیاورم و البته پست نکنم، این بار هم یادداشت زرد رنگم را برداشتم و شروع به بیرون ریختن احساساتم کردم. این بار به جای آنکه به شخصی که مرا قربانی هوا و هوس خود کرده بود نامه بنویسم، مستقیما به سراغ منبع اصلی رفتم. تصمیم گرفتم نامه‌ای به خدا بنویسم. نامه‌ای بود بسیار تند و زننده، پر از تحکیم و تحکم، مطالبی گنگ و انبوهی از سوالات خشمگینانه. چرا زندگی من روال معمولی نداشت؟ چه کار باید می‌کردم تا به گردش می‌افتاد؟ چرا در رابطه‌ها از شادی اثری نبود؟ آیا این تصور که پول کارساز همه چیز است می‌رفت که تا آخر عمر زندگی مرا دنبال کند و فریب دهد؟ و نهایتاً و مهمتر از همه، من چه گناهی کرده بودم که شایسته یک چنین زندگی پر از کشمکشی باشم؟ با کمال تعجب همین که آخرین جملات تلخ و بی‌پاسخم را به روی کاغذ آوردم و آماده بودم تا هرچه نوشته‌ام به دور بیاندازم، دستم بی حرکت بر روی کاغذ باقی ماند. گویی قدرتی نامرئی آن را نگاه داشته بود. ناگهان قلبم بدون اراده من شروع به حرکت کرد. کوچکترین عقیده ای از آنچه می‌خواستم بنویسم نداشتم. ولی مثل این بود که کلمات در حال بارش هستند. لذا تصمیم گرفتم با آنها جاری شوم و اینها چیزهایی است که از ذهنم تراوش کردم. آیا واقعاً مایلی به پاسخ برای همه پرسش‌هایی که داری برسی یا فقط می‌خواهی خشمت را بیرون بریزی؟ چشمکی زدم و بعد پاسخی به ذهنم رسید که آن را یادداشت کردم. مسلماً هر دو، هم دلم را می‌خواستم خالی کنم و هم اگر پرسش‌هایم پاسخی دارد به جهنم حاضر بودم آن را هم بشنوم. مسلماً تو آماده برای شنیدن هستی، ولی به جای جهنم بهتر نیست به بهشت همه را واصل کنی؟ پیش از آن که خودم متوجه شوم گفتگویی را شروع کرده بودم. در واقع آنچه را به من دیکته میشد داشتم مینوشتم، نه اینکه از خودم چیزی بر روی کاغذ بیاورم. آنچه دیکته شد 3 سال طول کشید. در آن موقع هیچ نمیدانستم چه چیزی میخواست اتفاق بیفتد. پاسخ سوالات مطرح شده هنگامی از قلمم تراوش میکردند که به طور کامل مطرح میشدند و من افکار خودم را از آنها جدا میکردم. اغلب پاسخها سریعتر از آنچه میتوانستم بنویسم به ذهنم میآمدند، به طوری که ناگزیر بودم بدخط و با شتاب بنویسم. هرگاه ذهنم مشوش میشد یا شک داشتم که آنچه مینویسم از جای دیگری دیکته شده، قلم را زمین میگذاشتم و مطالب را ناتمام رها میکردم تا مجددا احساس میکردم کلمات دارد به من الهام میشود. متاسفم، ولی این واژه الهام تنها کلمه است که واقعاً به نظرم مناسب می آید و آماده‌ام به یادداشت زرد برگردم.
و رونویسی را آغاز کنم. این مکالمات هنوز که هنوز است ادامه دارد و اکثر آنها را در آنچه در صفحات بعد آمده ملاحظه می‌کنید. صفحاتی حاوی پرسش و پاسخ‌هایی که ابتدا باور نمی‌کردم ولی بعداً احساس کردم دارای ارزشی شخصی هستند و اکنون متوجه می‌شوم که آنها خطاب به بیش از یک نفر بودند. آنها برای استفاده شما و هر کسی که به این مطلب دست یافته عنوان شده‌اند. چون هرچه باشد سوالات شما از پرسش‌های من جدا نیست. دوست دارم هرچه سریعتر به این پرسش و پاسخ‌ها برسید. چون آنچه در اینجا واقعاً مهم است داستان من نیست، بلکه داستان شماست. این داستان زندگی شماست که شما را به اینجا کشانده. این تجربه‌های شخصی شماست که با این مطالب ارتباط پیدا کرده وگرنه شما اکنون در اینجا و با این مطالب نبودید. بنابراین اجازه دهید با پرسشی که مدت‌های طولانی برایم مطرح بوده سخن را آغاز کنم. خدا چگونه با بنده‌اش حرف می‌زند و اصولاً با چه افرادی صحبت می‌کند؟ وقتی این سوال را مطرح کردم پاسخ زیر به ذهنم رسید. من در همه مواقع و در همه جا با بندگانم صحبت می‌کنم. مهم نیست که من با چه کسی صحبت می‌کنم، بلکه چه کسی به من گوش می‌کند. هیجان زده از آنچه شنیده بودم از خداوند خواستم بیشتر در این زمینه توضیح بشنوم. در زیر پاسخی است که به ذهنم رسید. ابتدا بهتر است به جای واژه صحبت از کلمه ارتباط استفاده کنید، چون واژه‌ای بهتر، کاملتر و دقیقتر است. وقتی تو سعی می‌کنی با پروردگارت گفتگو کنی، او و تو و او فوراً گرفتار محدودیت‌های غیر باور کلامی می‌شوی و به همین دلیل خداوند صرفاً از طریق کلمات ارتباط برقرار نمی‌کند. در واقع به ندرت چنین کاری می‌کند. متداول‌ترین شکل ارتباط از طریق احساس است. احساس زبان روح است. اگر می‌خواهی بدانی این کار یا این چیز برای تو خوب است، نگاه کن و ببین چه احساسی نسبت به آن داری. گاهی مشکل است ما احساسات خود را کشف کنیم و مشکل‌تر از آن بیان احساسات است. با وجود این بالاترین حقیقت وجود تو در عمیق‌ترین احساسات تو نهفته است. رمز کار پی بردن به آن احساسات است. اگر بخواهی می‌توانی بفهمی چگونه، ولی ابتدا بهتر است به پاسخ سوال اول برگردی. خداوند ضمناً از طریق فکر ارتباط برقرار می‌کند. افکار و احساسات یکی و یکسان نیستند. اگرچه ممکن است همزمان اتفاق بیفتند، برای ارتباط ذهنی پروردگار اغلب از تصاویر و تصورات استفاده می‌کند. به همین دلیل افکار به عنوان ابزار وسیله مؤثری برای برقراری ارتباط به شمار می‌آیند. علاوه بر افکار و احساسات، خداوند از ابزار تجربه به عنوان وسیله ارتباطی مهم و عظیم استفاده می‌کند. و نهایتاً زمانی که احساسات، افکار و تجربه همگی شکست می‌خورند، خداوند از کلمات استفاده می‌کند. کلمات به عنوان برقرار کننده ارتباط کمترین تأثیر را دارند، چون اغلب بد فهمیده و بد تعبیر می‌شوند. می‌پرسید چرا اینطور است؟ این به دلیل ماهیت کلمات است. کلمات صرفاً کلمات ادا شده هستند. اسباب و عاداتی که نماینده احساسات، افکار و تجربه میباشند. آنها نمادها، علامات و نشانه‌هایی هستند. آنها واقعیت نیستند و چیز واقعی نمیباشند. کلمات ممکن است به درک بعضی از معانی کمک کنند. تجربه به تو کمک می‌کند تا شناخت پیدا کنی. با وجود این پاره چیزها هستند که تو نمی‌توانی تجربه کنی. لذا من ابزار دیگری برای شناخت در اختیارت گذاشتم. همه اینها احساسات نامیده می‌شوند.
افکار هم البته باید دخالت داده شوند. طنز قضیه در این است که تو این همه تأکید روی حرف پروردگارت می‌گذاری ولی به تجربه اهمیت نمی‌دهی. در واقع ارزشی که تو برای تجربه قائل هستی به قدری ناچیز است که وقتی آنچه را از خداوند تجربه کرده‌ای متفاوت از چیزی است که از او شنیده‌ای. به طور خود به خود تجربه را کنار می‌گذاری و به کلمات می‌چسبی و این در موقعیتی است که باید خلاف این کار را می‌کردی. شناختی که تو به طور واقعی و شهودی از چیزی داری در نتیجه تجربه و احساسی است که نسبت به آن چیز داری. الفاظ صرفاً می‌توانند نماد آنچه تو می‌دانی باشند و ضمناً ممکن است تو را دچار سردرگمی کنند. بسیاری از کلمات از زبان دیگران ولی به اسم خداوند ادا شده‌اند. بسیاری از افکار و احساسات به دلایل و انگیزه‌هایی به وجود آمده‌اند و به طور مستقیم توسط خدا خلق نشده‌اند. بسیاری از تجربه‌ها هم از این افکار و احساسات ناشی شده‌اند. مشکل قضیه تمیز و تشخیص درست از نادرست است تا بتوانیم بین پیام‌های رسیده از جانب پروردگار و آنچه از منابع دیگر آمده است تفاوت بگذاریم. ما با به کارگیری قانون ساده‌ای می‌توانیم به این تمیز برسیم. بالاترین افکار، شفافترین کلمات و بزرگترین احساسات همواره متعلق به خداوند هستند. هر چه کمتر از این باشد از منابع دیگر آمده است. فکر می‌کنم این تمیز و تشخیص کار مشکلی نباشد، چون حتی یک شاگرد ابتدایی می‌تواند بالاترین، روشن‌ترین و بزرگترین را تمیز دهد. با وجود این اجازه دهید راهبردهایی هم ارائه شود. بالاترین افکار افکاری هستند که حاوی نشاط و شادی میباشند. شفافترین کلمات کلماتی هستند که حاوی حقیقت میباشند و بزرگترین احساسات احساساتی هستند که تو عشق مینامی. شادی، حقیقت، عشق، این سه قابل جابجایی هستند و یکی همواره به دیگری می انجامد. ترتیبی که آورده می شوند به هیچ وجه مهم نیست. با دریافت این راهبردها و دادن این تمیز که چه پیامی از جانب خداوند است و چه پیامی از منابع دیگر آمده، تنها سؤالی که باقی میماند این است که آیا به پیام پروردگار توجه و اعتنا می شود؟ به بسیاری از پیام‌های خداوند توجه نمی‌شود. علت این است که تعدادی از آنها بیش از آن نیکو و پسندیده هستند که واقعیت داشته باشند. عده دیگر بیش از آن مشکل به نظر می‌رسند که دنبال شوند و تعدادی هم به غلط درک و استنباط می‌شوند. بسیاری هم اصلاً دریافت نمی‌شوند. قوی‌ترین رسول پروردگار تجربه است. حتی این را هم شما مورد غفلت قرار می دهید. این یکی را شما به ویژه نادیده می گیرید. اگر شما به تجربه تان پاسخ داده بودید، دنیایی که اکنون در آن به سر می بریم کاملا متفاوت از این بود. حاصل این که شما به تجربه تان گوش نمی دهید این است که مرتب آن را تجدید و زنده می کنید. مکرر در مکرر، چون خداوند نه از هدفی که دارد عدول می کند و نه اراده اش را نفی می کند. لذا شما نهایتاً دیر یا زود پیام را دریافت می کنید. با وجود این خداوند هرگز شما را مجبور نمی کند و هرگز به زور وادار به کاری نمی کند. چون به شما اراده آزاد داده. این قدرت را که به آنچه انتخاب می کنید عمل کنید و این را هرگز از شما سلب نخواهد کرد. بنابراین پیام مشابهی را بارها و بارها در طول هزاران سال و به هر گوشه ای از عالم هستی که شما اشغال کرده باشید میفرستد. آنقدر پیام را میفرستد تا بالاخره آن را دریافت کنید. به گوش بسپارید و از آن خود بدانید. پیام‌های خداوند به صدها شکل در هزاران لحظه و در طی میلیون‌ها سال به شما میرسد. اگر واقعاً به آنها گوش فرا دهید، آنها را از دست نمی‌دهید. اگر قلباً آنها را
به گوش جان بسپارید نمیتوانید نادیده بگیرید و از اینجاست که ارتباط شما به طور جدی برقرار می شود. در گذشته تو صرفاً با خداوند حرف می زدی، به سوی او دعا می کردی، شفاعت می خواستی، التماس و زاری می نمودی، ولی حالا خداوند است که پاسخ می دهد همان کاری که اکنون انجام می دهد. از کجا بدانم که این ارتباط خدایی است و زایده تصورات من نمی باشد؟ چه تفاوتی می کند؟ تو نمی بینی که او در تصورات تو و هر چیز دیگری می تواند دخالت داشته باشد. او می تواند افکار، کلمات یا احساسات درست و دقیقی را در هر لحظه از زمان مناسب با شرایط و موقعیت با استفاده از یک یا چند شیوه و تدبیر بر تو آشکار سازد. تو می‌دانی این کلمات از جانب او هستند، زیرا تو هرگز به اراده خودت با او به این روشنی و وضوح این پرسش‌ها را مطرح نکرده بودی. چون اگر با او به این روشنی سخن گفته بودی دیگر لزومی نداشت آنها را مطرح کنی. خداوند با چه کسانی ارتباط برقرار می‌کند؟ آیا آنها افراد خاصی هستند و این کار در وقت خاصی صورت می‌گیرد؟ همه افراد از نظر خداوند خاص هستند و همه لحظات مبارک و طلایی است. هیچ فردی و هیچ لحظه‌ای ویژه‌تر از دیگری نیست. بسیاری از مردم بر این باورند که خداوند به روش‌های خاص و به افراد خاصی ارتباط برقرار می‌کند. این فکر نادرست این مسئولیت را از توده کثیری از مردم سلب می‌کند که پیام پروردگار را بشنوند، چه رسد به آنکه آن را دریافت کنند که این موضوع دیگری است و به آنها اجازه می‌دهد حرف دیگری را در هر زمینه‌ای بپذیرند. شما لزومی ندارد به خداوند گوش دهید، چون عنقریب بر این باورید که دیگران در هر زمینه از او پیام‌هایی را دریافت کردند و شما می‌توانید به راحتی به پیام آنها گوش کنید. با گوش دادن به آنچه افراد دیگر ادعا می‌کنند از خداوند شنیده‌اید، شما لزومی ندارد که اصلاً فکر کنید. این بالاترین و بزرگترین علتی است که به سبب آن قریب به اتفاق مردم به دلایل شخصی از پیام پروردگار رو می‌گردانند. اگر اعتراف کنی به اینکه پیام خداوند را به طور مستقیم دریافت کرده‌ای، در آن صورت مسئول هستی آن را تعبیر و تفسیر کنی، در حالی که امن‌تر و آسان‌تر و راحت‌تر است اگر تو تعبیر دیگران را بپذیری. حتی گفته‌های افرادی که 3000 سال قبل زندگانی می‌کردند، تا اینکه بخواهی پیامی را که در این لحظه داری دریافت می‌کنی تعبیر و تفسیر کنی. با وجود این پروردگار شما را به راه ارتباط جدیدی دعوت می‌کند، یک ارتباط دو جانبه. در واقع این شما هستید که او را دعوت کرده‌اید، چون او در پاسخ به ندای شما در این شکل و این لحظه بر شما ظاهر شده است. به چه علت بعضی از افراد نظیر حضرت مسیح بهتر می‌توانند ندای حق را بشنوند تا دیگران؟ چون بعضی از افراد واقعاً مایلند گوش کنند. آنها دوست دارند بشنوند و حاضرند راه ارتباط را باز نگاه دارند، حتی وقتی همه چیز ترسناک، غیر عادی یا نادرست به نظر برسد. آیا ما باید به سخنان پروردگار حتی وقتی آنچه گفته می شود ظاهراً نادرست می آید گوش کنیم؟ بله، به ویژه وقتی چیزی نادرست به نظر می رسد، چون اگر تو مطمئنی که در مورد همه چیز نظر درستی داری، دیگر چه لزومی دارد که با پروردگار صحبت کنی؟ تو می‌خواهی به شیوهی که خودت فکر می‌کنی درست است عمل کنی و این کاری است که از اول عمرت انجام دادی. ولی توجه داشته باش که تو از آغاز تاریخ به این کار مشغول بوده‌ای. خوب نگاه کن. ببین دنیا به چه شکلی است. کاملا آشکار است که در این میان تو متوجه چیزی نشده‌ای. ظاهراً چیزی وجود دارد که تو درک نمی‌کنی. آنچه را که تو درک می‌کنی قاعدتاً باید به نظرت درست رسیده باشد، چون درست واژه‌ای است که تو به کار می‌بری تا آنچه را که از نظرت افتاده چیزی است که در ابتدا به نظرت نادرست آمده. تنها راه پیشرفت در این مواقع این است که از خود سوال کنی
راستی چه اتفاقی میافتد اگر آنچه را من تصور میکردم غلط است درست از آب در میآمد؟ هر دانشمند بزرگی این را به خوبی میداند. وقتی آنچه دانشمندی انجام میدهد درست از آب در نمیآید، او همه فرضیات خود را کنار میگذارد و دوباره شروع میکند همه کشف‌های بزرگ از تمایل و انگیزه‌ای ناشی شده و قبول این واقعیت که آنچه من میگویم ممکن است درست نباشد و این آن چیزی است که در اینجا به آن نیاز است. شما نمیتوانید خدا را بشناسید مگر آنکه این باور را که از پیش خدا را میشناختید متوقف سازید. شما نمیتوانید خدا را بشنوید مگر این فکر را که از پیش خدا را میشنیدید متوقف سازید. خداوند حقیقت را به تو نمیفهماند مگر آنکه تو دیگر به حقیقتی که به آن معتقد هستی فکر نکنی. ولی حقیقتی که من درباره خدا میدانم از جانب خداوند آمده است. چه کسی این را گفته؟ دیگران. کدام دیگران؟ رهبران، وزیران، خاخام‌ها، کشیش‌ها و کتاب‌ها. آنها منابع موثقی نیستند. نیستند؟ نه. پس چه منبعی موثق است؟ به احساساتت گوش بده. به متعالی‌ترین افکارت گوش بده. به تجربه‌ات گوش بده. هرگاه هر کدام از این برداشت‌ها متفاوت بود از چیزی که معلمانت به تو گفته‌اند یا در کتاب‌ها خوانده‌ای، کلمات را فراموش کن. کلمات نامطمئن‌ترین منبع دریافت حقیقت هستند. آنقدر چیزها وجود دارد که من می‌خواهم به تو بگویم و آنقدر چیزها هست که می‌خواهم سوال کنم که نمی‌دانم از کجا شروع کنم. مثلا چرا تو خودت را آشکار نمی‌کنی؟ اگر خدایی وجود دارد و آن خدا تو هستی، چرا خود را به گونه‌ای که برای همه قابل فهم باشد ظاهر نمی‌سازی؟ خداوند بارها و بارها این کار را کرده است. او اکنون هم در حال انجام همین کار است. نه منظورم به روشی است که بدون چون و چرا و بدون بحث و گفتگوست. آنچه انکار ناپذیر است، نظیر ظاهر شدن فوری در مقابل دیدگان من. خداوند اکنون هم در حال انجام همین کار است. در کجا؟ به هر کجا که نگاه کنی. نه، منظورم به روشی بدون بحث و گفتگوست. به روشی که برای هیچ کس قابل انکار نباشد. به چه روشی؟ به چه شکل و شمایلی دوست داری او ظاهر شود؟ در همان شکل و شمایلی که دارد و واقعی است. این غیر ممکن است چون خداوند فرم یا شکلی که برای تو قابل درک باشد ندارد. او میتواند بر شکل و شمایلی که برای تو قابل فهم باشد ظاهر شود. در آن صورت هم متاسفانه هر کس چنین تصور می کند که آنچه دیده تنها شکل و شمایلی است که خداوند دارد، نه اینکه این هم یکی از متعدد جلوه هایی است که پروردگار در آن ظاهر می شود. مردم تصور می کنند خداوند آن چیزی است که ظاهرا آنها می بینند، نه آن چیزی که آنها نمی بینند. ولی خداوند لایزال ناآشکار است و نه آنچه در لحظه‌ای خاص بر شما آشکار می شود. به عبارتی او آن چیزی است که نیست. با وجود این هرگاه او به شکل خاصی بر افراد ظاهر می شود، شکلی که تصور می کند مردم می توانند او را بشناسند، آنها تا ابد همان شکل را برای او قائل می شوند. و چنانچه او به شکل دیگری بر فرد دیگری ظاهر شود، اولی می گوید که خداوند بر دومی ظاهر نشده است، چون بر دومسس آنچنان که بر اولی ظاهر شده نمایان نگردیده و همان چیزها را نگفته. بنابراین آنکه ظاهر شده چگونه میتوانست خداوند باشد؟ پس توجه داشته باش، اینکه خداوند به چه شکل یا به چه نحوی ظاهر شود مهم نیست. به هر نحوی که او انتخاب کند و به هر شکلی که ظاهر شود باز هم جای بحث و گفتگو باز خواهد بود. ولی اگر تو کاری انجام دهی که گواه بر حقیقت ذات تو باشد بدون هر گونه شک و گفتگویی، باز هم مردم میگویند که این کار شیطان یا حاصل تصور یا هر علتی به جز خداوند بوده است. اگر خداوند خودش را به صورت خدای مقتدر
سلطان آسمان و زمین ظاهر می کرد و کوهها را به لرزه در می آورد تا قدرت خود را ثابت کند، باز کسانی بودند که بگویند این باید کار شیطان باشد و تا بوده همین بوده. زیرا خداوند خودش را به خودش از طریق مشاهده بیرونی آشکار نمی سازد، بلکه از طریق تجربه درونی. و وقتی فردی از طریق تجربه درونی پروردگار را می بیند، دیگر نیازی به مشاهده بیرونی ندارد و چنانچه مشاهده بیرونی لازم باشد، تجربه درونی امکان پذیر نیست. پس تو اگر از خداوند درخواست وحی و الهام کنی، چون این چیزی نمیتواند اتفاق بیفتد، چون این درخواستی به منزله این دعاست که آثار تجلی حق بر تو پوشیده بوده است و چون این ادعایی تجربه به وجود می آورد، چون فکر خلاق است و کلام مولد است و فکر و کلام در خلق واقعیت بی نهایت مؤثرند. بنابراین تو این تجربه را خواهی داشت که خدایی در حال حاضر بر تو آشکار نشده، چون اگر حق بر تو ظاهر شده بود، از خدا نمیخواستی خودش را بر تو آشکار سازد. آیا این به آن معنا نیست که من نمیتوانم هر چه را که آرزو میکنم طلب کنم؟ آیا منظور تو این است که با دعا چیزی را طلب کردن در واقع آن را از ما دور میسازد؟ این سوالی است که در طول قرون مطرح و پاسخ داده شده. معاهازا بد نیست بدانی که تو آنچه را که بخواهی به دست نخواهی آورد و ضمناً نمیتوانی هرچه بخواهی به دست بیاوری، چون همان درخواست کردن چیزی نشانه این است که تو چیزی کم داری و چنانچه تو درخواست چیزی را بکنی، این عمل دقیقاً تجربه خواستن را در واقعیت تو به وجود می آورد. بنابراین دعای صحیح دعای درخواست کردن چیزی نیست، بلکه دعای تشکر است. زمانی که تو از پیش خداوند برای چیزی که مورد آرزوی توست تشکر می‌کنی، در واقعیت این بدان معناست که آن آرزو تحقق یافته است. بنابراین تشکر مهمترین حرفی است که به پروردگار زده می‌شود، چون اعتراف به این واقعیت است که خداوند قبل از اینکه چیزی از او بخواهی آن را به تو عطا کرده است. بنابراین هرگز درخواست نکن، بلکه شکر و سپاس بکن. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. گفتگو با خدا 3 جلد هستش. آقای نیل 7 کتاب مذهبی رو نوشته و 3 جلدش بسیار زیباست و بقیه جلدها رو من نخواندم. امیدوارم اگر خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.